وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه راهنمود سنت، یکی دیگر از سلسله برنامه‌های راهنمود سنت که در چند قسمت قبل اگر یادتان باشد در مورد مسائل سحر و جادو صحبت‌هایی کردیم و در این قسمت با همدیگر می رویم به سراغ علائم و نشانه‌های سحر و جادو. ما بدون شک همه ما معتقد بر این هستیم که سحر و جادو چیز حقیقتی است، خیال نیست، گمان نیست، بلکه یک چیزی است که حقیقت می باشه و امکان سحر و امکان این که شخص سحر بشه هست و حقیقت است و وجود داره. موضوعاتی را در مورد سحر صحبت شد. در این قسمت ان شاء الله که همان چیزی که در اول گفتم، موضوع نشانه ها و علائم سحر و جادو هست. احیانا اتفاق میفته که شخص سحر میشه، چی علائمی داره و چی نشانه هایی داره که ما تا بفهمیم که این شخص سحر شده، این شخص به جادو مبتلا شده، به مرض سحر و جادو در آمده. نشانه های وجود دارد. طبقی که سحر از خود انواع گوناگون دارد، نظر به هر نوع سحر این نشانه ها هم احیانا فرق میکنه. اما قبل از این که به نشانه ها بپردازیم، در این برنامه مکررا تکرار میکنم که موضوع مریضی و موضوع این که شخص سحر میشه متفاوته، یعنی مریضی های دیگر تا به سحر تفاوت داره. سحر مریضی هست و نوع بیماری هست که پزشکان و اطباء نمیتونن رو پیدا بکنن. شخص احساس مریضی در وجود خود میکنه، احساس تنگی در وجود خود میکنه، اما از نظر طبی و از نظر پزشکی برایش کدام چیز خاصی معلوم نمیشه. معاینات صورت میگیره اما در وجود این شخص مریضی دیده نمیشه، یک چیز پنهان است. این سحر است. و احیانا مریضی های دیگری وجود داره که از نظر طبی و پزشکی مشخصه، واضح میشه. بعد از این که معاینات صورت بگیره، شخص به صورت درست فهمیده میشه که کدام مریضی خاصی داره. این بحثش جدا هست. بنابراین وقتی که بنده در اینجا علائم را مطرح میکنم، به این معنا نیست که هر نوع از این علائم در وجود هر نوع شخصی پیدا شد به این معنای که حتما او سحر شده. امکان داره مریض باشه، امکان داره کدام مریضی و بیماری دیگری داشته باشه غیر از سحر. یکی از علائم سحر این مقدمه بود که بینندگان عزیز و گرامی در ذهن خود حتما بسپارند که تا این دو موضوع با هم مخلوط نشه، خلط نشه. یکی از نشانه های سحر این است که انسان به جنون و دیوانگی مبتلا میشه، یعنی متوجه حرف زدن خود نمیشه، متوجه عمل کرده خود نمیشه، که این هم بدون او هست. این خود دیوانگی و جنونی که در وجود شخص به وجود میآید نوعی که با اختلالات مغزی صورت میگیره که ارتباط
ارتباط مستحکمی داره در علم پزشکی که گفتیم بحثش جدا هست، میتونن که مراجعه بکنن و ان شاء الله که اگر خداوند سبحانه و تعالی بخواه این دواها و این پزشک وسیله خواهد شد برای علاج این شخص. اما نوع دیگری هست که پزشک از تشخیص این مرض عاجز میمانه، نمیتوانه که پیدا بکنه که این شخص چی نوع مریضی داره، کاملا پوشیده هست، کاملا پوشیده هست، کدام چیزی از تحت معاینات پزشک مشخص نمیشه. این نوع سحر را، این نوع مریضی و جنون و دیوانگی همان سحر است که راه علاج آن ان شاء الله اگر خداوند متعال خواست در قسمت علاج سحر صحبت‌هایی در این مورد خواهیم کرد که چگونه میتوانه این سحر را علاج بکنه. یکی دیگر از نشانه های سحر یا علائم سحر یا به شکل بگین که از گونه های سحر، از اقسام سحر که بعداً در تحت این نوع سحر داخل میشه موضوع علائمش. موضوع جدایی زن و شوهر است، چنانچه در قرآن عظیم الشأن هم آمده که ساحرانی که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام بودند همین کار میکردند. یعنی خداوند سبحانه و تعالی در این مورد در قرآن عظیم الشأن ساحرانی که در شهر بابل بودند این کار انجام میدادند. چیکار میکردن؟ از سحر استفاده میکردن برای اینکه میان زن و شوهر جدایی بیافکنند، جدایی بیاندازند، شیرازه زندگی زناشو را به هم بزنند. این نوعی از سحر است. حالا اینکه چرا این کار را انجام میدن، از روی حسادت، از روی دشمنی ها، از روی مسائل خانوادگی، مسائل گوناگونی هست، اسباب گوناگونی هست که برای از بین بردن شیرازه زندگی استفاده میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که مفهومش این گونه است که میفرمایند شیطان، حدیث مفصله فقط بنده مفهومش را میگم، شیطان افراد و جنود و لشکرش را میفرسته برای افساد. هر کدام میرن فعالیت میکنن، فعالیت ها را انجام میدن، میآیند در نزد شیطان گزارش میدن. یکی میگه که فلانی را گرفتم که به نماز نروه، یکی میگه فلانی را گرفتم که صدقه در راه خدا نده، یکی میگه فلانی را با او بودم تا ای که مجبورش کردم، تا ای که وسوسه اش کردم که تا این کار را یا اون کار را یا این کار را انجام بده. برای هر کدام میگه که به هر حال شما یک کاری کردید، حالا یک کاری نکردید که به درد بخور باشه. تا ای که یکی از آنها میآیه و میگه که شخص را چنان وسوسه کردم، چنان او را مبتلا به وسوسه کردم که تا میان او و زنش جدایی انداختم. این حدیث صحیح، داستان نیست که فکر کنید اینجا داستان میگویم برای شما، حدیث صحیح است. پیامبر علیه السلام میفرمایند شیطان برای میگه آفرین، حالا دیگه کار درست را تو کردی. او را میگیره و بغل میگیره، حتی در بعضی از روایات آمده که فیلتزمه، او را به بغل میگیره، او را به بغل میگیره، میگه آفرین کار درست را تو کردی. چرا؟ شیطان از این کار راضی میشه که میان زن و شوهر جدایی بیافته. و یکی از انواع سحر هم همیه که میان زن و شوهر جدایی میاندازن. علائمش چیه؟ علائمش، یکی از علائمش ایه که خود به خود ناخودآگاه بدون این که زن و شوهر متوجه بشن در مورد همدیگر بغض و کینه، عداوت و دشمنی میفته، یا اینکه نسبت به همدیگر بی‌اعتماد میشن. هیچ حرفی نیست، ناخودآگاه یک بار در دل زن، در دل خانم و همسرش میفته که یعنی احساس زشتی، احساس بدی نسبت به شوهرش میکنه و شوهر همچنان نسبت به خانمش این حالت بدی و این حالت زشتی. یعنی وقتی به چهره خانمش نگاه میکنه دلش تنگ میشه، وقتی به چهره خانمش نگاه میکنه از او متنفر میشه، تنفر خود به خود به وجود میاد. این نوعی از سحر هست. اما احیانا اتفاق میفته که این اتفاقات به خاطر بعضی از حرکات بد و زشت در میان زن و شوهر هست. احیانا زن و شوهر هم دیگر را درک نمی کنن، احیانا حرفهای بیجا و بی ربط به هم دیگر میگن، احیانا به حق هم دیگر تجاوز میکنن که باعث بر این کارها میشه. اما گفتیم که بدون
کدام دلیل این اتفاق ها میفته؟ در این صورت سحره که بدون هیچ دلیلی، هیچ دلیل موجهی وجود نداره. زن و شوهر همدیگر را دوست داشتن تا قبلا، هیچ مشکلی در میان آنها نیامده، کدام دشنامی در میان نبوده، کدام زیای حقی وجود نداشته، خود به خود ناخودآگاه در میان همدیگر یک بار مشکل به وجود میآید. خیلی از خواهران ما و خیلی از برادران ما از این مشکل و از این مرض متاسفانه داد میکشند. اما برای خواهران و برادرانم میگویم همه اینها سحر نیست. احیانا توی برادر در حق خانومت مطمئن باش که کوتاهی کردی، و توی خانم که امروز از دست شوهرت مینالی مطمئن باش که کدام جایی در زندگی تو اشکال داره، زندگی تو مشکل داره، در رفتار تو مشکل است که به این مشکل مبتلا شدی. این بحث اخلاقی هست که حالا بحث ما در این مورد نیست. نمیخوام که مفصلتر صحبت بکنم که چی موضوعات و چی مسائل باعث بر این میشه که در میان زن و شوهر این مشکلات بیفته. بحث من این است که بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ دلیل موجهی، خود به خود ناخودآگاه یک بار در میان زن و شوهر این تنفرها و این مشکلات به وجود میآید که این ناشی از سحر و جادو هست. کسی آنها را سحر کرده به خاطر حسادت ها، به خاطر بخالت ها، به خاطر مسائل دیگر، به خاطر اسباب شیطانی دیگری که وجود داره. یکی دیگه از آنها، یکی از نشانه های دیگر سحر اینه که شخص به بیهوشی میفته. یک قسم از این بیهوشی ها هست که شخص به خاطر مشکلات جسمی هست که ارتباط میگیره به علم پزشکی و طبی. یک قسم دیگری هست که هیچ دلیل پزشکی و طبی برایش پیدا نمیشه، خود به خود بیهوش میشه. یک بار نشسته بدون اینکه کدام حرفی بشه، بدون اینکه کدام مریضی در وجود و در جسم ای احساس بشه و دیده بشه و معاینات نشان بده که کدام مریضی در جسم ای هست، یک بار که بیهوش میشه. این هم از علائم سحر است، امکانش هست که سحر باشه. یا اینکه تمایل نداشتن به ازدواج که مشهور است به نام بستن بخت میگن، مشهور است در میان مردم. اتفاق میفته که مرد مثلا همه مسائل برای او به وجود آمده، یعنی همه چیزها را داره، مثلا غریزه جنسی در وجود او هست، همان ثروت و دارایی که باید داشته باشه برای ازدواج داره، مشکل خانه نداره، هیچ کدام از اینها نیست. اگرچه اینها مشکل نیست در بعضی از موارد، ماییم که برای خود در تأخیر ازدواج مشکل میتراشیم. من خانه ندارم، من فلانم، دلش میخواد که بهترین شخص باشه، دلش میخواد که میلیاردر باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، این هم اشتباه، این هم غلطه. منظورم اینه که این مسائل و این وسائل برایش هست، وجود داره، یعنی هیچ نوع دلیل موجهی برای ازدواج کردن نداره، اما با آن هم تمایل به ازدواج نداره. یا برای خواهر ما به عنوان مثال خواستگار میآید، خواستگارها خود به خود رد میکنه، هیچ دلیلی هم نداره، هیچ دلیلی وجود نداره. یعنی در وجود این خواستگار همه خوبی هایی که این خانم میخواه و این خواهر میخواه هست، وجود داره، اما خود به خود آن را رد میکنه، دلش نمیخواه. نسبت به خواستگارها تنفر داره. وقتی خواستگار بیایه احساس میکنه که میخوان او را بکشن، احساس تنگی در وجود خود میکنه. اما احیانا هم اتفاق میفته که بعضی از خواهران ما به خاطر مسائل دیگری هست که از ازدواج متنفر میشن، یا به خاطر اینه که طرف به عنوان مثال آنچه که این میخواه، خواهر ما میخواه، در وجود او نیست، یا بعضی ها حتی از مسائل روابط جنسی که در میان زن و شوهر هست میهراسن، میترسن. شاید بعضی ها هم به خاطر این باشه و هست، اتفاق میفته. اما هر موردی که خواهر ما متنفر شد به این معنا نیست که سحر باشه. نه، در مواردی است که هیچ دلیل موجهی وجود نداره، همه آنچه که او دوست داره هست، اما با آن هم خواهر ما یا برادر ما نسبت به ازدواج هیچ تمایلی برای خود نشان نمیده. و احیانا هم اتفاق میفته که شهوت به اندازه او را فروکش، به اندازه شهوت او را اذیت و آزار میکنه که
اصلا از یعنی از فکر بشری و از تصور بشری بالا هست. این هم امکان داره که سحر باشه، اگرچه بعضی از انسان ها هستن که فوران شهوت داره، اما اتفاق میفته که مواردی بدون هیچ دلیلی، بدون این وجود ضعیف و اصلا توانی نداره، ولی یک بارگی مسائل شهوانی بر او فشار میاره. امکان داره که این هم خالی از سحر نباشه، یا میل جنسی شدیداً به مسائل جنسی میل پیدا میکنه، یا به مقاربت و به نزدیکی کردن و هم بستری کردن زیاد یعنی احساس نیاز میکنه، خیلی زیاد، بیش از حد، یا هم متنفر میشه از مسائل مقاربت جنسی، یا هم اتفاق میفته مثلا در میان زن و شوهر احیانا که همان مسئله بسته شدن که در میان جوامع مشهور هست، در میان بعضی از جوامع که میگن زن یا مرد بسته شده، اینها ازدواج میکنن اما به خاطر حسادت ها و به خاطر بعض از موضوعات دیگری میرن اینها را سحر میکنن. وقتی سحر میکنن، مثلا علاماتی که در وجود مرد وجود داره اینه که بیرون از خانه یا قبل از این که با همسرش بخوابه در زیر یک لحاف و در یک بستر با هم دیگر بخوابن، قبل از مقاربت جنسی فوران شهوت داره، آلت تناسلیش حرکت داره، اما به محض اینکه میخواد با خانمش همبستری کنه همه اینها گم میشه، یعنی اصلا احساس شهوت نمیکنه، آله تناسلیش از حرکت میفته. این از علائم سحره. یا برای خانم قبل از این که میخواه مسائل مقاربت جنسی مطرح بشه و مثلا شوهرش اراده بکنه که با او هم بستر بشه، کاملا آماده است برای این موضوع و برای مقاربت جنسی، اما به محض این که میخواه مقاربت جنسی بشه یا این که خونریزی برایش دست میده که این هم از علائم سحر هست، شاید موضوعات مریضی دیگری هم باشه، اما گفتیم در صورتی که علم طب نتونه این معاینات را تشخیص نده که این مریضی هست، یک چیز نامعلومی باشه، خود به خود خونریزی برای خواهر پیدا بشه، برای زن پیدا بشه، و یا هم یک بار احساس تنگی میکنه، احساس تنگی و احساس ناراحتی، احساس فشردگی، احساسی که اصلا تمایل به مسائل قرابت جنسی نداره، در حالی که قبلا داشته ولی حالا همه چیز از او دور میشه. این هم امکان داره در صورتی که مریضی نداشته باشه، در صورتی که علم پزشکی و طبی تشخیص بکنه که این کدام مریضی نداره، بدون اینها این مشکلات به وجود بیایه، امکانش هست که مسائل سحر باشه. حالا با هم دیگر یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله موضوع را ادامه خواهیم داد. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت که در مورد موضوع علائم سحر و جادو در خدمت شما بودیم و حرف زدیم. بعضی از علائم را به خدمت شما بیان کردم به صورت کلی. رسیده بودیم به موضوع مسائل بسته شدن که
مشهور هست که بسته میشه یک شخص وقتی که ازدواج میکنه، توان مسائل جنسی از او گرفته میشه، امکانش هست. یکی دیگه از اینها، از علائم این موضوع، از علائم این نوع سحر ایه که شخص قبل از اینکه میخواه با خانمش همبستر بشه و مقاربت بکنه، انزال سریع برای او دست میده. یعنی قبل از اینکه مقاربت صورت بگیره، انزال صورت میگیره و مسائل مقاربت رو بر او دشوار میکنه، یعنی نمیتونه مقاربت بکنه با خانمش. این امکانش هست که این نوع هم سحر باشه. و همچنین از نشانه های دیگر سحر در وجود شخص یا در زندگی شخص یا از انواع سحر بگیم اینه که شخص نازای میشه، یعنی خانم نازای میشه، یا در چند ماهگی خود به خود طفلش سقط میشه، سقط جنین میکنه، طفلش نابود میشه. امکانش هست که این هم سحر باشه. اگرچه مسائل طبی و پزشکی هم در این مورد بی تأثیر نیست، اما ما گفتیم همان قاعده‌ای که در اول برنامه گفتم فراموش نکنید که مسائل طبی و پزشکی جدای از این موضوع هست. در صورتی هست که معاینات پزشکی و طبی نتونه برای این کدام دلیلی پیدا بکنه، اما اگر دلیلی پیدا کرد که آن بحث جدایی هست. خود به خود خانم یک بار نازای میشه، دیگه طفل متولد نمیکنه. یا این که در چند ماهگی طفل در رحم مادر، جنین نابود میشه، سقط میشه، از بین میره. این هم امکان داره که در آن سحر به وجود آمده باشه. تنفر شدید نسبت به پدر مادر، نسبت به برادر، نسبت به خواهر، نسبت به دوست، این هم احیانا مسائل سحر وجود داره. گاهی اتفاق میفته که این تنفرها و این تنفرهای شدید نسبت به پدر و مادر، نسبت به خواهر، نسبت به برادر، نسبت به قوم و خویش، نسبت به افراد و ماحول، امکانش هست که به خاطر بعضی از برخوردهای تند از طرف مقابل باشه. امکانش هست. ما در جامعه فراوان دیدیم وقتی شخص برخوردهای تندی از طرف مکرراً میبینه، امکان داره که نسبت به او متنفر بشه. امکانش هست، در این شکی نیست، چون انسانه، خانخواه این مشکلات در او به وجود میاد. شخصی که بر او مشکلات به وجود آورده، شخصی که به اون توجهی نداره، امکان داره که آهسته آهسته موضوعات تنفر به وجود بیاد. اما بدون هیچ دلیلی یک بارگی با پدرش، با مادرش، با برادرش، با خواهرش یا با یکی از اینها تنفر شدید پیدا میکنه، حتی نمیخواه که برای یک بار هم که شده به چهره پدر و مادرش نگاه بکنه، که نگاه کردن به چهره پدر و مادر از روی احسان و نیکی برای انسان عبادت محسوب میشه. این را عادی نگیرید. همین که انسان یک تبسمی به چهره پدر و مادرش بکنه، یک خنده‌ای به لبان پدر و مادرش پیدا بکنه و به وجود بیاره، همین خودش نوع عبادت است، برای انسان عبادت محسوب میشه. اما این شخص بدون هیچ دلیلی یک بار نسبت به پدر و مادرش که گلهای زندگی هستند، پدر و مادری که باید همچون گل از آنها محافظت بشه، پدر و مادری که همچون گل باید بویده بشن، پدر و مادری که انسان باید توجه داشته باشه که رضایت پروردگار در رضایت آنهاست و نارضایتی و ناخوشنودی و غضب و خشم الله در غضب و خشم پدر و مادر است. یک بار خود به خود فرزند نسبت به پدر و مادرش بدبین میشه. امکان داره که این هم موضوع سحر باشه. و همچنان نسبت به خانم که قبلا گفتیم، یا احیانا اتفاق میفته که حب شدید در میان زن و شوهر، حب بیش از حد اندازه و بیش از حد. زن و شوهر باید هم دیگر دوست داشته باشن، اما احیانا اتفاق میفته که چنان حب شدیدی میشه که این شخص از پدر و از مادر و از همه کس میبره و آنچه که خانمش بگه انجام میده، حتی اگر این که نافرمانی خدا و پیغمبر باشه. این هم امکان داره موضوع سحر در اینجا وجود داشته باشه. یا
مثلا شخص احساس میکنه که شخصی او صدا میکنه، نشسته جای احساس میکنه کسی او صدا کرد در حالی که کسی هم نیست. امکانش هست که این هم موضوع سحر باشه. یا هم شخص یکی از اعضای بدنش از کار میفته یک بار بدون هیچ دلیلی، و یا اینکه انسان در وجود خود احساس درد میکنه بدون اینکه علم پزشکی برای آن کدام دلیل خاصی پیدا بکنه. احساس میکنه که دستش درد میکنه، یک بار احساس میکنه پایش درد میکنه. این درد در حال انتقال هست، یک بار به سرش، یک بار به چشمش، یک بار به دندانهایش، مثلا یک بار به دستهایش، یک بار به پاهایش، یک بار قلبش، یک بار معدهش. خلاصه همین ترتیب اتفاق میفته برای این شخص. امکانش هست که این هم نوعی از سحر باشه، در صورتی که گفتیم علم پزشکی برای آن دلیل خاص و دلیل موجهی پیدا کرده نتونه و معاینات هم این انسان را سالم و ثابت نشان بده. و مسائل دیگری هم وجود دارد که متاسفانه وقت برای ما اجازه نمیده که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ان شاء الله اگر پروردگار سبحانه و تعالی برای ما توفیق داد، در برنامه بعد هم به این موضوع خواهیم پرداخت، به خاطر مهم بودن موضوع. بعضی از نشانه ها و علائم دیگر سحر که در حالت بیداری و در حالت خواب برای انسان اتفاق میفته، ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در برنامه بعد هم در این مورد خواهیم بود. حالا همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.